محترم رحمانزاده، سوال دیگر به شما این است که چرا چرا جوانان بیشتر مورد هجوم فرهنگ بیگانه قرار میگیرند و این سبب و این عامل چی است؟ جوانان ما هم وقتی که به جهان امروزه نگاه میکنن گاهی می شود که خودشان در دراه قرار میگیرند. چرا؟ زیرا اینکه ما یک مشکلی که در خودمون اون را بیشتر احساس میکنیم به روی نآوردن به خواندن کتاب و مطالعه نکردن. یعنی بیشتر من شخصا مدام که من هم در جامعه زندگی میکنم بیشتر متوجه میشم جوانان امروزه ما خیلی کم مطالعه میکنن. ما وقتی که به فرهنگ مطالعه کتاب بیشتر شروع میکنیم و ما میتوانیم برای خود ما یک پیراهن نوی را بیاوریم که توسط علم، توسط دانش نو که از گذشته ما آن را داشتیم تا یک اندازه ما از اون دور مانده بودیم دوباره خود ما را آماده سازیم و هر اون چیزی که مثلا در جهان امروزه ما میبینیم او را همچون یک علم قبول کنیم. زیرا که وقتی که انسان یک چیز را مطالعه میکند درون آن پر از علم است. توسط آن مطالعه که او دقیق مطالعه میکند میتواند اول خودش را بشناسد. وقتی که خودش را شناخت ملتش را خوب میشناسد. وقتی که ملتش را شناخت حتما ملت دوستی رو زیادتر پیش میبرد. چطوری که شما اشاره کردید فروغ صبح دانایی یکی از راههایی بود که به ما تا یک اندازه کمک کرد و دیگر برنامه که چطوری که شما گفتید برنامه‌های سازنده که امروز راهبریت کشور ما آن را پیش راه گرفتن این هم به منفعت جوانان ما خواهد بود. یک چیز دیگر را باید ما بیشتر با جوانان باید کار کنیم. معلم هایی که ما داریم معلم هایی باید داشته باشیم که معلم های تربیت کننده باشند. کلمه در بین ما بیشتر زیاد شده است من باید ما این کلمه رو به ما باید تبدیل دهیم. ما میتوانیم ملتمان رو بیشتر بسازیم. وقتی که این اندیشه بیشتر در بین ما زیاد کار گرفته شود فکر میکنم ما بیشتر تاثیر فرهنگ بیگانه قرار نمیگیریم. زیرا کلمه من رو با ما تبدیل بیم. ما مردم تاجیک، ما جوانان تاجیک میتوانیم هر کاری رو که ما از گذشته داشتیم و ملت ما همچنین ملت فرهنگ سالار و فرهنگ دوست تا امروز بود و جهان اون را اعتراف کرده است باقی بماند.